مطمئنم برای همتون جذاب و هیجان انگیزه که ببینید فرزند بازیگرای ترکی چه شکلی هستن. آیا اونا شبیه مامان باباهاشون هستن یا نه؟ اصلا کدوم بازیگرا بچه دارن؟ اسم بچه هاشون چیه و چه شکلی هن؟ من که برام خیلی جذابه بدونم. اگه برای شما هم جذابه همین الان روی دکمه عضویت بزنید و این ویدیو باحال رو تا انتها ببینید. دیدن این ویدیوی جذاب رو از دست ندید. توبا بویکوستون. توبا وقتی داشت روی سریال دختر گلفروش بازی میکرد با اونور سایلاک بازیگر مشهور ترکیه آشنا شد و با اون ازدواج کرد. اون خیلی زود صاحب یه دوقلوی دختر به اسمای مایا و توپراک شد. البته بعد از 6 سال از همسرش جدا شد و دخترها رو پیش خودش آورد. اون در روز جهانی کودک ویدئویی از خودش به همراه 2 دخترش به اشتراک گذاشت که بازدید بالایی داشت و با بازخورد خوب مردم همراه بود. توبا تا جایی که میتونه دختراشو از دوربین دور نگه میداره تا بتونن زندگی عادی و ایدئالی داشته باشن و از کودکی لذت ببرن. این دوقلو متولد سال 2012 هستن و در حال حاضر 8 سالشونه. کاربرا میگن چهره دوقلوها بیشتر شبیه باباشونه. نورگل یشیلچای. نورگل یشیلچای عکسی رو با افرا ساراچوغلو به اشتراک گذاشت و شباهت چهره این 2 نفر باعث شد که تا مدت‌ها همه فکر کنن که این 2 نفر مادر و دختر هستن. اما اینطوری نیست. نورگل صاحب یه فرزند پسره. عثمان نجات آذر پسر نورگله که متولد سال 2005 و حاصل ازدواج نورگل و چم آذره. هازال کایا. این روزا توی فضای مجازی پر شده از عکسای فیکرت علیاتای پسر هازال کایا. شباهت عجیب پسر هازال با پدرش کلی سوژه شده. حتی کاربرا توی یه عکس بامزه سر علیاتای رو با فتوشاپ روی بدن فیکرت گذاشتن که با کنایه بگن که پسر هازال خیلی شبیه باباشه. هازال سال 2019 ازدواج کرد و همون سال هم صاحب فرزند شد. اون اصرار کرده از اینکه مادر شده خیلی حس خوبی داره و میخواد فرزند دوم هم داشته باشه. اوزجان دنیز. کوزای دنیز حاصل ازدواج اوزجان دنیز و فیضا دنیز 25 سال است. یه پسر بانمک که خیلی زیاد شبیه مادرشه. گرچه اوزجان و فیضا از هم جدا شدن اما توی دوران قرنطینه با هم بودن و به خاطر پسرشون کنار هم هستن. کوزای متولد سال 2018. صالح بادمچی. صالح بازیگر نقش سینان در عشق اجاره‌ای و فکرت در سریال عروس استانبول در سال 2015 با ایمر ازگون ازدواج کرد و حاصل ازدواجش یه دختر زیباست. صالح عکسایی از دخترش که در دوران قرنطینه کرونا به دنیا آمده رو به اشتراک گذاشت و از تولد فرزندش ابراز خوشحالی کرد. برگزار کورل. برگزار در سال 2009 با هالیت ارگنچ بازیگر معروف ترکی ازدواج کرد و اونا حالا صاحب 2 فرزند به نامهای هان و علی شدن. علی در سال 2010 به دنیا آمد و هان کوچولو متولد سال 2020 و توی دوران قرنطینه کرونا به دنیا آمد. کاربرا میگن علی بیشتر شبیه هالیته، اما هرچی که سن علی بالاتر میره بیشتر به برگزار شباهت پیدا میکنه. البته خیلی زوده که بگیم هان شبیه کدومشونه. آسلی تاندوغان. آسلی در سال 2012 با جاهد یاشیلادا ازدواج کرد و همون سال پسری به دنیا آورد و اسمش رو اطلس گذاشت. اون در سال 2018 هم صاحب یه فرزند دختر زیبا به اسم آریا شد. بوراک اوزچیویت. کرین اوزچیویت اسم پسر بانمک و زیبای بوراک اوزچیویت و فاهریه اوجنه.
اون متولد 2019. بعد از به دنیا آمدنش فاهریه به خاطر اضافه وزن زیاد مورد نقد قرار گرفت. براک و فاهریه بعد از جریان شیوع ویروس کرونا هزینه‌های تولد کرین رو به خیریه دادن. عذرا اکین. عذرا بازیگر و مدل معروف ترکی با ملیت هلندی ترکیه‌ایه که بعد از 4 سال با نامزدش آتاکان کورو ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه. اون سال 2018 پسرش دمیر رو به دنیا میاره. مریم اوزلی. مریم در سال 2014 یه دختر زیبا به نام لارا به دنیا آورد. مریم برای سالم به دنیا آمدن دخترش لارا از ادامه نقش خرم سلطان کناره گرفته بود. همسرش جان آتش یکی از رئیسان بیمه در ترکیه است. گوکچه آکیلدیز. گوکچه بازیگر نقش سنگل در سریال غنچه‌های زخمی در سال 2017 با مصطفی اوزیورت ازدواج کرد و در همون سال صاحب پسری به نام عمر شد. زمانی که خبرنگارا از گوکچه پرسیده بودند که آیا برای بچه دار شدن زود نیست، اینطوری پاسخ داده بود که نه زود نیست، دقیقاً وقتشه. گوکچه زندگی با دوامی داره و از اینکه زود بچه دار شده خیلی خوشحاله. ارکان پتکایا. معروفترین بازیهاش نقش رضا در مجموعه تلویزیونی دیلا خانم و علی کاپیتان در مجموعه روزی روزگاریه. اون سال 2003 با دیدن پتکایا ازدواج کرد و سال 2004 هم صاحب فرزند پسری به اسم سمکانو پتکایا شد. بورا گولسوی. بورا که با بازی در سریال دخترم پدر بودن رو یه جورایی تجربه کرده بود، خودش صاحب فرزند پسری شده. همسر بورا نیلوفر گربوزه و از مادرش برای نگهداری بچهشون کمک میگیره. اسم پسر بورا و نیلوفر جمه و توی استانبول به دنیا اومده. مهمت گونسور. مهمت در سال 2006 با کاترینا منجوی ایتالیایی ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. پسرش علی و دخترانش مایا و کل نام دارن. جالبه بدونید که ازدواج اونا یکی از با دوامترین ازدواج‌ها در بین سلبریتی های ترکیه بوده و شاید یکی از دلایلش هم همسر ایتالیایی مهمت باشه. اون اظهار کرده خوشبخته چون از بدترین چیز دنیا یعنی خیانت دوره. ایپک بیلگین. بازیگر مشهور نقش اسما سلطان در سریال جذاب و دیدنی عروس استانبول. حاصل ازدواج ایپک و جونیت چالیشکور دختر زیبا به نام کگه که متولد سال 1982 و در حال حاضر 38 سال داره. جونیت همسر ایپک یه بازیگر قدیمی ترکیه است که در سال 2011 از دنیا میره. کگ یه هنرپیشه نه چندان معروفه. لنس میخواد بدونه نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ میونه لیست بلند بالای بازیگرای ترک تعداد محدودی صاحب فرزند شدن. به نظرتون علتش چی میتونه باشه؟ نظرتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنید و یادتون نره که توی کانال ما عضو بشید.